همدیاران عزیز، حاضرین گرامی، هنوز 2 سال قبل در شهر وحدت جشن 20مین سالگرد وحدت ملی با تنتنه تجلیل گردیده. به این مناسبت چندین بناهای نو، انشاءات و کارخانه‌های 3 سالی، مؤسسه‌های تعلیمی و ورزشگاه زمانوی و دیگر انشاءات اجتماعی به استفاده سپاریده شدند. طوری که مشاهده می شود روند آبادانی این شهر زیبا منظر و دهات آن تا رفت وسعت گرفته ایستاده است، یعنی با مقصد رشد بی‌میلان ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی و استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت مثل دیگر شهرهای وطنی محبوبمان نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری با سرعت عملی گردیده ایستاده است که در 2-3 سال نزدیکترین برای باز هم بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم مساعدت خواهد کرد. امروز در شفت ورزشگاه مرکزی شهر مراسم افتتاح نشان دولتی برگزار شد که باعث خیلی زیبا شدن مجموعه ذکر شده گردید و بی‌شبهه به بالاروی حسی وطن دوستی و افتخار ملی ساکنان مساعدت خواهد کرد. با مقصد باز هم بهتر برآمدن خدمت رسانی به مردم، بنای زیبا و زمانوی مرکز عدلیه با تالار عقد نکاح و راه از نو سازش ماشینگرد تا حدود مکتب نوبنیاد دهه مهرآباد افتتاح گردید. همچنین در دایره سفر این روزه ما باز چندین انشاءات نوبنیاد دیگر، یعنی نتیجه زحمت صادقانه صاحبکاران و مردم شهر وحدت، از جمله مرکز دلخوشی کودکان و نورسان با نقطه‌های خدمت رسانی و سودا که در آن برای 500 نفر جای کاری مهیا شده است به استفاده سپارده شدند. مؤسسه تعلیمی رقم 30 که حالا ما افتتاح کردیم از جمله اقدامات سازنده فرزندان دیار بوده برای 1280 نفر خواننده با بهترین شرایط تعلیم و تربیت از طرف صاحبکار محلی بنیاد شده است. با مناسبت موردی بهره برداری قرار گرفتن باز یک مؤسسه مجهز و معاصر، همه شما را صمیمانه تبریک گفته و صاحبکار همت بلند شمس‌الله سعدالله‌یف برای چنین اقدامی وطن دوستانه اظهار سپاس می نمایم. پدر شمس‌الله سعدالله‌یف هستند، در اینجا حضور دارند. از نام حکومت جمهوری تاجیکستان از نام خود به شما پدر و مادر عزیز یک جهان تشکر و منتداری بی پایان بیان می نمایم برای چنین فرزند با ننگ و ناموس و با آری که شما تربیه کرده به وی رسانیدید. شما خرسندترین پدر و مادر هستید که تمام خوشی های زندگی و آرزوهای در قلبتان بوده را نصیبتان گردانده است و این روز شاهدی حال است. مردم دعای نیک میکنند، ثواب میگیریدند. از این کاری خیر ثواب دیگر نیست. هزارها هزار نورسان، کودکان، طفلکان در این مؤسسه تعلیمی معرفتی صاحب دانش، صاحب سواد میشوند. آینده زندگی حیات مستقل از زمینجا به کمال میرسند. شمس‌الله سعدالله‌یف اقدام کردند که سال آینده باز یک مؤسسه تعلیمی و یک کارخانه دوزندگی برای 200 نفر بانوان، برای 100 نفر کودکان باغچه بچه ها ساخته به استفاده میدهد. احسن. صاحبکار رحیموف اکمل مرکز دلخوشی کرده است برای 500
نفر جای کار بسیار زیبا صفتی بلند کودکان دیگه سرسان نمیشوند شهری دوشنبه نمیروند در همینجا داخل شهری وحدت هم یک شهری بزرگ 400,000 اهالی سالی 90 سالهای 90 پایتخت مملکت هم همین 400,000 300 چند هزار اهالی داشت خیلی زیبا صاحبکار خودش صاحبکاری میکند در روسیه لیکن زادگاهش فراموش نکرده است باز اقدام گرفتن که جناب عالی من در یک سال دیگر یک کارخانه استحصال محصولاتی آذوقه‌واری کارخانه کارکردی برآوردن هر گونه شیرینی ها یعنی کنفت ها و دیگر با صدها جای کاری میشد حجم استحصال محصولات صنعتی زیاد میگردد عموما شهری وحدت صاحبکاران بسیار با معرفت و صاحبکاران بسیار بقوت دارند تاجران بقوت دارند میتونند اگر در انمی مثل صاحبکارانی که وی کردن دست جمعانه شهری وحدت را به یک شهری صنعتی و زیبای مملکت مبدل گردانند حالا با در نظر داشت افزایش اهالی از حساب صاحبکاران و خود اهالی در دهه‌های چهارباغ فرشتی بنیاد بیناهای نو ادامه داشته وقتهای نزدیک آماده و به استفاده سپاریده می شوند روزهای نزدیکترین در محله 14 شهر از حساب شرکت طبیعی جمهوری مردم چین ساختمان باز یک مؤسسه تعلیمی با 1200 جای نشست آغاز می‌گردد و تا آغاز سال تحصیل آینده به استفاده داده می‌شود این تحفه پرزیدنت برای شما است دوم مؤسسه‌ای که من از حساب شرکت‌های خارجی و شهر وحدت با در نظر داشت افزایش اهالی تحفه کرده ایستادیم قابل ذکر است که در زمان صاحب استقلالی در شهر وحدت 104 بینای مؤسسه تعلیمی با 20,000 جای نشست با مبلغ عمومی بیش از 75 میلیون سومانی بنیاد و موردی بهره برداری قرار داده شده است تنها سال 2018 در دهه‌های گوناگون شهر در مجموع 56 سیمخانه علاوگی برای قریب 30,000 نفر خواننده از حساب صاحبکاران و اهالی به مبلغ عمومی 11 میلیون سومانی ساخته با استفاده سپاریده شدند طبق معلومات تا هنوز در شهر وحدت از 600 انشاءات با نقشه گرفته شده 150 انشاءات و بناها مورد استفاده قرار داده شدند وابسته به این رهبران شهر و دیگر ساختار و مقامات دخلدار وظیفه دارند که همکاری را با صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و اهالی باز هم بیشتر تقویت بخشیده جهت سری وقت و با صفت بلند با آخر رسانیدن ساختمان انشاءاتی باقی مانده تدبیرهای علاوگی اندیش با دستگیری حکومت مملکت و با جلب سرمایه داخلی و خارجی طی 3 سال آخر در شهر وحدت بیش از 30 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی بنیاد گردیده امروز شماره عمومی آنها به 67 رسیده است در کارگاه و کارخانه‌های نوبنیاد و دیگر انشاءات شهر بیش از 13,000 جای کاری تأسیس داده شده است که 8,000 آن جای کاری دائمی می باشد در نتیجه حجم استحصال محصولات صنعتی افزایش یافته تنها در نیم ساله اول سال 2019 نسبت به همین دوره سال گذشته 4 برابر زیاد شده است ضرور است که چنین صورت من بعد نیز تامین کرده شود چون که با اقتدار پوره فعالیت نمودن کارخانه‌های موجوده و بنیاد کارخانه‌های نو امکان می‌دهد که شهر وحدت به یکی از منطقه‌های اساسی صنعتی و اگراری کشور تبدیل داده شد علاوه بر این تاکید می‌نمایم که در شهر امکانات و ذخیره‌های استفاده نشده هنوز خیلی زیادند بنابراین برابران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت سپارش داده می شود که در همکاری با وزارت اداره صاحبکاران و توسط جلب هرچه بیشتر سرمایه داخلی و خارجی جهتی در زمینه اشیاء خام محلی به فعالیت در آوردن اقدارهای موجوده تأسیس دادن کارخانه و کارگاه‌های نو استحصالی و برآمدن استحصال محصولات تیار صنعتی تدبیرهای مشخص اندیش
تحلیلان نشان می‌دهند که اجرای برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر وحدت برای سالهای 2016 و 2020 در سطح قناعتبخش قرار دارد. برنامه ذکر شده که از 193 لایحه با مبلغ عمومی قریب 1 میلیارد سوم عبارت است. در دام 3 سال از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری به اندازه قریب 800 میلیون سومانی کارهای بنیاد و برقرارسازی به سامان رسانیده شدند، یعنی بیش از 72% اجرای نقشه 3 ساله تامین گردیده است. نه در همه شهر و ناحیه‌های مملکت چنین کار برآمده مانده شده است. سال 2018 در شهر وحدت حجم عمومی محصولات کشاورزی به 736 میلیون سومانی و در نیم ساله اول سال 2019 با 186 میلیون سومانی برابر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد میباشد. در انکشاف ساحه کشاورزی و افزایش درآمد خواجگیان بخشی رستنی پروری نقش مهم دارد و از این سبب در شهر به این مسئله توجه بیشتر ظاهر کرده شده. حجم این 3 ساله محصولات در سال 2018 بیش از 409 میلیون سومانی را تشکیل داده است. سال 2018 حجم محصولات چهارراداری بیش از 326 میلیون سومانی را تشکیل داده است که در مقایسه با سال 2017 قریب 10% زیاد میباشد. در رابطه به این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت را ضرور است که جهت با محصولات آذوقه‌واری با صفت باز هم بهتر تامین کردن اهالی و در این زمینه افزایش دادن حجم محصولات صادراتی تدبیرهای علاوه‌ای را راه اندازی نمایند. زیرا در شهر برای قانع گردانیدن طلبات اهالی باز هم افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی و با صادرات برآوردن آن امکانیت‌های وسیع موجودند. از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده و برای تعمیر و برقرارسازی شبکه‌های آبیاری بهتر نمودن حالت ملارت زمین‌ها، استفاده ثمرناک زمین‌های موجوده و با آب پالیزی تامین نمودن زراعت‌ها از جمله کارهای مهمترین راهبران و متخصصان در این سمت میباشد. کشاورزان شهر وحدت در بخش‌های باغداری و سبزیجاتکاری تجربه زیاد دارند، لیکن رشد این بخش‌ها هنوز هم قانع کننده نیست. اقلیم مساعد این موضوع امکانیت می‌دهد که میدان باغ‌ها را در تل و تپه‌ها و زمین‌های للمی زیاد نموده پرورش نوع‌های سیرحاصل درختان برآمده شود و طلبات بازار داخلی به میوه تر و تازه تامین کرده صادرات نیز افزایش پیدا نماید. در موضع فخرآباد ناحیه خراسان طی چند سال اخیر 2500 گکتار باغ‌های نو انگور و میوه بنیاد گردیده 1700 جای کاری دائمی مهیا کرده شده است. چنین امکانات حتی از آن بهتر در موضع چهارمغزک شهر وحدت نیز موجود است، لیکن چنین شرایطی بهترین تا امروز ثمرناک استفاده نشده ایستاده است. با استفاده از شرکت فعالان و نمایندگان مردم اینچنین صاحبکاران شهر وحدت میخوام یک مسئله مهم را خاطرشان نمایم. به استقبال ارزنده جشن مبارک و مقدس ملی امان 30 سالگی استقلالیت در قلمرو کشور بنیاد از نوسازی بیش از 22,000 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است و روز به روز شماره انشاءات صاحبکاران و مردم سخاوت پیشه و بانگناموس همراه شده ایستادند، زیاد شده ایستاده است و این شماره در 2 سال آینده شاید 1.5 برابر زیاد شود. باید گفت که زیاده از 80% آنها با تشبث و مبلغ‌زاری صاحبکاران و تاجران و اهالی شهر و ناحیه‌های مملکت بنیاد کرده میشد. در شهر وحدت صاحبکاران با ننگ ناموس و شخصان همت بلند و سخاوتمند خیلی زیاده. آنها می توانند با تشکیل کارگاه و کارخانه‌های 3 ساله خصوصا دایر به کارکرد محصولات کشاورزی در موضع‌های خوشباد و هوا و استفاده هرچه بیشتر آب‌های شفابخش، بنیاد نمودن انفراستراکچور سیاحی و جلب سیاحان داخلی و خارجی، رشد سیاحی طبابتی و اکولوژی، پرورش میوه‌های صادراتی، سبزیجات و ماهی پروری برای همکاران خود جایهای نوی کار تأسیس دهند تا که آنها کمتر به مهاجرت مهنتی روند.
موافق معلومات آماری در شهر وحدت سال 2017 4 کارخانه پرنده پروری فعالیت داشته 2.4 میلیون دانه تخم و 472 تن گوشت پرنده استحصال شده بود. سال 2019 شماره کارخانه به 11 رسیده. در نیم ساله یکم استحصال تخم به 31 میلیون دانه و گوشت پرنده به 651 تن رسانیده شده است که در مقایسه با همین دوره سال 2018 استحصال تخم قریب 8 میلیون دانه و گوشت پرنده 328 تن زیاد شده است. این نشان دهنده ها در برابر این که پیشروی نظررس و سهم صاحبکاران در استحصال مواد غذایی پرهیزی، تأمین بازار استعمالی و حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور می باشند. اینچنین راه بهترین تأسیس جایهای کاری برای ساکنان محلی به حساب می روند. ولی این دستاوردها در مقایسه با امکانات‌های زیادی که شهر وحدت دارد حالا هم کافی نیستند. حکومت مملکت واردات تمام نمودهای خوراکی چاروا، پرنده و ماهی را از انداز و باشهای گمرکی آزاد کرد تا که این ساحه‌های ازلانه باز هم ترقی نماید. ما از 1 اوگوست برای چاروا، تمام نمودی چاروا، خوراک چاروا، پرنده، ماهی از تمام احداث آزاد کردیم که مردم توانند ساحه چارواداری، پرنده پروری و دیگر رشد دهند. حاضرین گرامی، اوضاع جهانی معاصر به همه شما معلوم است. رقابت‌های شدید گیاه‌سیاسی و اقتصادی، مخالفت‌های مذهبی و کوشش‌های کشورهای ابرقدرت برای تحت نظارت گرفتن منطقه‌های علیحده از هر یک فرد وطندوست و خودآگاه تقاضا می‌نماید که جهت مستحکم و پاینده نگاه داشتن نشانه‌های اساسی دولتداری ملی، یعنی استقلال و آزادی، وحدت و یگانگی ملت، یکپارچگی دولت و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق خود همیشه سعی و تلاش نمایند و برای حمایت آنها همیشه آماده باشند. ما خصوصاً باید به مسئله تعلیم و تربیت فرزندان اعتبار جدی دهیم و آنها را طوری به کمال رسانیم که باعث افتخار پدر و مادران خویش گردند، احترام کلانسار را به جا آورند، صاحب اختصاص شوند و به وطن اجدادی خویش صادقانه خدمت نمایند. اگر ما امروز یعنی در مرحله کاهش یافتن ارزش‌های اخلاقی به مسئله تعلیم و تربیت توجه ضروری ظاهر نکنیم، فردا دیر می شود و چنین مناسبت نسبت به سرنوشت نسل نورس در آینده باعث مشکلات هم عائله و هم جامعه می گردد. بنابراین پدر و مادران ارجمند، آموزگاران، اهل ضیا و عموما بزرگسالان را ضرور است که فرزندان را در رویه شکرگزاری از دولتداری ملی، فضای آرام و آسوده کشور و وحدت و همدیگر فهمی تربیت نمایند. با فرزندان خود یعنی جوانان و نورسان فهمانند که پایبندی فرهنگ و غایه‌های بیگانه نگردند، با سازمان و گروه‌های افراطی و تندگرا پیوسته حیات خویش را زیر خطر نگذارند، عائله و نزدیکانشان را شرمسار نسازند و به نام نیک دولت و ملت اسناد نآورند. به اهل معارف، استادان و آموزگاران و پدر و مادران محترم مراجعت کرده آنها را بار دیگر دعوت می نمایم که با مسئله بلند برداشتن صفت تعلیم در رویه وطن دوستی، آموزش علم و دانش و کسب هنر، احترام پدر و مادر و کلانسالان، تربیت کردن فرزندان جدی مناسبت کنند. با استفاده از فرصت مناسب تاکید کردن باز یک مسئله مهم را لازم می‌شمارم. بعد چند روز عید سید قربان فرا میرسد که یکی از سنت‌های مبارک مردمی مسلمانی ما میباشد. این عید طوری که از نام و تاریخ پیدایش آن برمی آید سنت ادای نماز عید، اینچنین قربانی کردن و به جا آوردن فریضه های حج تنها برای آنهایی که قدرت و توانایی مادی یعنی دستی دراز دارند و صاحب روزگار سیر و پر می باشند به شمار می روند.
با عبارت دیگر فقط آنهایی می توانند که به حج روند یا قربانی کنند که در زندگی خود هیچ مشکلی ندارند. اهل خاندان و فرزندانشان از هر لحاظ تأمین می باشند. شخص قربانی کننده گوشت چاروای قربانی کردهش را برای عائله خود، خویش تبار کمبیزاعت و دیگر شخصان محتاج، کمبیزاعتان، یتیمان، معیوبان صرف می کند. این مسئله در آیت 36 سوره حج قرآن مجید مخصوص تاکید شده است. دیگر اینکه با عیادت پدر و مادر و کلانسالان، عائله‌های عزادار و زیارت منزلگاه گذشتگان رفتن و دعا کردن نیز از تعامل‌های عید قربان شماریده می‌شود. لیکن خراجات زیاد کردن و دسترخوان پر دبدبه آراستن، یعنی راه دادن به زیاده‌روی و اسرافکاری و به توی تبدیل دادن این عید صرف دینی با سنت و تعامل‌های آن یگان رابطه ندارد و غیر از نمایشکاری چیز دیگری نیست. چون این رسم و عادت یا تعامل در یگان کشور اسلامی دیده نمیشه. در یگان دولت اسلامی اون طریق زیاده‌رویی که ما میکنیم نمیکنه. برعکس در این ایام و روزهای دیگر کمک کردن به یتیمان و معیوبان، بیماران و رنجوران، شخصان محتاج و کمبیزاعت و انجام دادن یگان کار و عمل خیر و منفعت عامه ثواب زیاد دارد. باور دارم که ساکنان شرفمند و زحمت پیشه شهر وحدت با شکرانه از دولت صاحب استقلال و محیط آرام کشورمان در جاده به کمال رسانیدن فرزندان وطن دوست و خودشناس، صاحب کسب و اختصاص‌های معاصر و نسل سازنده و آبادکار بیش از هر وقت دیگر تلاش می‌ورزند. آنها همچنین می‌باید نیز سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت مملکت را همه جانبه دستگیری نموده برای پیشرفت و آبادی تاجیکستان عزیزمان سهمی وطن دوستانه خود را می‌گذارند. بار دیگر به خرد و بزرگ در اجرای مقصد و مرام سازنده و عملی گردیدن نیت و نقشه‌های نیکشان برای کامیابی آرزومندم. همیشه سعادتمند و سربلند باشید بندیاران عزیز. من در خدمت شما سلامی صمیمی و سرشار از مهر و محبت مرا بپذیرید. اساسگذاری صلح و وحدت، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من رازق فیروز، آموزگاری جوانی مؤسسه دولتی تعلیمی کلج طبی شهر وحدت، همزمان عنوان ایجادکار جوان را نیز بر عهده دارم. برای ما جوانان همچون سازندگانی با اعتماد وطن مایه افتخار و سربلندی است که در پرتو و پیروی سیاست خردمندانه و دوراندیشانه شما محترم جناب عالی کار و فعالیت می‌نماییم. ما جوانان در برابر اعتماد و باور شما نسبت به خود مسئولیت بزرگ وطن دوستی و میهنسازی را در قلب و جان خویش پرورش نموده تلاش بران می‌ورزیم که با کار و عمل سازنده سزاوار این همه اعتماد و باور شما باشیم. غمخواری و دستگیری پیوسته شما است که امروز نسل جوانی تاجیک با دل گرم و باوری به فردای درخشان در ساختارهای گوناگون دولت کار و فعالیت می‌کنند. مورد ذکر و لازم به یادآوری است که یکی از تدبیرهای مهمی که بهر کامیاب شدن با علم و هنرآموزی ما جوانان امکانیت بیشتر مهیا کرد، این تشکیل نمودن مرکز ملی تستی می باشد. خوشبختانه من یکی از جوانان سعادتمندم که با واسطه مرکز ملی تستی به دانشگاه شامل شده آن را ختم نمودم. در جواب غمخواری هایتان صادقانه و با ذوق بلند علم آموختم، سزاوار دیپلم درجه اعلا شدم. امروز با شکرگزاری از شما و نسل نورس و جوانان دیارمان درس میگویم. ما جوانان، ما آموزگاران افتخار از آن داریم که در وطنمان علل خصوص در شهر وحدت بهر بلند برداشتن معرفتی دانشجویان و بر کمال رسانیدن نسل جوانان تاجیک تمام شرایط ها فراهم آورده شده است.
дар зим бо қаноатмандӣ ва ифтихор иброз медорам ки ғамхории падаронаи шумо муҳтарам ҷаноби олӣ ба мо ҷавонон хеле назаррас аст. барои эҳсоси самимияти волои падарона доштаатон нисбати мо ҷавонон пайрави шумо пешвои муаззами миллат будем, ҳастем ва хоҳем монд. саломат бош. Ассалом, эй пешво, эй қаҳрамони миллатам, қаҳрамони достони ҷовидони миллатам. Миллатам аз заҳмати бемислатон миллат бишод, то фалак боло шуда ному нишони миллатам. Муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, банда Фарзона Мирзоева, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ба номи Буригул Асоева. ман худро яке аз хушбахттарин фарди сайёра мешуморам. оре, дар кишваре зиндагӣ ба сар мебарам ки чун шумо бо адолаттарин сарвар дорад. сарваре ки ҳастии хешро баҳри саодату хушбахтии халқаш, баҳри рушду тараққиёти давлаташ бахшида, бо ҷасорату маҳорату адолаташ дили аҳли оламро тасхир намуданд. ман аз қаҳрамониҳои шумо баҳри аз вартаи ҳалокат раҳонидани халқу кишварам бисёр шунидам ва аз шаҳкитоби таърихи даврони соҳиб истиқлолии ватанам мехонам. хуб огаҳам ки барои барқарор намудани кохи сулҳу ваҳдати ватанам чӣ заҳмату ранҷе кашидаеду чӣ корнамоиҳои бемисле нишон додаед. исботи ҳамаи инро дар азму талош, созандагиву ободгарӣ, дилсӯзиву ғамхориҳои шабонарӯзии кунуниятон мебинам. шумо чӣ хизматҳое ки баҳри рушду бақои халқу давлати хиш кардед ва карда истодаед, инро қалами вақт дар шаҳкитоби ҷовидони миллат бо хатти заррин менависад. яқин ки то одаму олам боқист, он зудода нахоҳад шуд. манзури банда аз ин чанд ҳарфи иброз менамудам дигар чиз аст. ин аз изҳори миннатдорӣ намудан аз дилсӯзиву ғамхориҳои ҳамешагиву падаронаи шумо ба мо ҷавонону наврасон мебошад. ҳар яки мо бояд бо чашми ақл ба он роҳе ки ба сӯи ояндаи дурахшон моро ҳидоят менамояд назар кунем ва бо гӯши дил ба ҳарфи шумо гӯш диҳем. ҳар як ҳарфи шумо барои мо ҷавонон пурқиматтарин панд аст. панде ки моро ба сӯи қуллаи мақсуд раҳнамоӣ менамояд. чун шумо як раҳнамои миллати озодаед. роҳи сулҳу ваҳдати моро шумо бикшодаед. сарвари воломақоми миллатам хуш омадед. пешвои некноми миллатам хуш омадед. зиҳи эй сарвари воломақом, бори дигар хуш омадед ҷаноби олӣ ба диёри ваҳдатзамини нозанин. биё ай ҳамватан, биё эй ҳамватан, то ҷонфидои ин ватан бошем. ба ҷон омодаи ҳар як нидои ин ватан бошем. канораш гарму роҳатбахш чун домони модарҳост. ҳама фарзандҳои бовафои ин ватан бошем. гирифта дасти ҳам аз як гиребон сар бурун орем. ватан аз мост, мо низ аз барои ин ватан бошем.
چونان باید وطن خواهی، چونان باید وطن داری. وطن از ما رضا، ما هم رضای این وطن باشیم. خدا ناکرده اگر بادی خزانی میوزد سویش، مددگار و شفا بخش و دوای این وطن باشیم. بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا جان فدای این وطن باشیم. به جان آماده هر یک ندای این وطن باشیم. احسن دختر جان. خان دختر جان، خان علم آموز، قابلیت داری خان، طبیبیدم خان، ایجادیاتم و یکی. کی میداند که آینده از شما کی میشود؟ سیاستمدار میشود، عالمه جوان میشود، شاعره میشود. از خودتان وابستگی دارد. همین مکتب نو ساختگی را من پیشنهاد میکردم که از بس که با شرافت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما افتتاح کردیم، نام همین 30 سالگی را گذاریم. شما زیده هستین؟ این اولین مؤسسه تعلیمی در مملکت که با نام 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گذاشته می شود.